سوال نوبتی: پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم چنانه که در قسمت‌های پیشینه ذکر کردید با خرما افطار می‌کردند و از این رو به همه توصیه داده می‌شود که با خرما افطار کنند. می‌توانید به ما درباره این منفعت‌های طبی خرما معلومات دهید؟ خرما غذای خیلی سالم است. در ترکیب آنها مقدار زیادی کربوهیدرات‌ها موجودند. از 40 تا 80% و آنها قریب که روغن ندارند، از 0.2 تا 0.5%. خرما در ترکیبش تقریباً 15 نماد ماده‌های مینرالی و نمک‌های گوناگون دارد. تقریباً 6 ویتامین گوناگون. ترکیب سفیده آن از 2.3 تا 5.6 میباشد. مقدار زیادی نخ و یا غاز از 6.4 تا 11.5%. همه‌اش از گوناگونی نوع‌های خرما وابسته است. و از بس که ترکیب آنها از مقدار زیادی کربوهیدرات‌ها بایند، پس آنها منبع بهترین نیرو و یا انرژی میباشند. همین که شما خرما را میخورید، آن در حال به شما قوت میبخشد. خرما نظر از خوکه گلوکوز هم دیده ثمره‌ناک‌تر است. آن فوراً به شما نیرو و قوت میدهد. انسان میتواند ماه‌های دراز تنها با خرما و آب زندگی کند. ما میدانیم که در خانه پیامبرمان صلی الله علیه و سلم گاهی هفته‌ها غذا نبود و مجبور میشدند که تنها با آب و خرما و گاهی با خرما و شیر شتر زندگی کنند. از این رو خرما غذای سالم است. از ترکیب روغن شما وزن نمیگیرید. در خرما عملاً روغن وجود ندارد. از این رو اگر شما وزن خود را نگاه دارید، پس هیچ چیز به شما تهدید نمیکند. اگر درباره معدن‌های مینرالی سخن رانیم، پس در خرما قریب که 15 عددی آنها موجودند. در ترکیب آن حتی فطور نیز موجود است. این یعنی المنت کیمیایی که از گاز بیرنگ بویش تیز عبارت است که پوسیدن دندانها را پیشگیری میکند. در ترکیب آنها سلن موجود است که با شکل‌های اشدی مبارزه میبرد و ایمونیتت ارگانیسم را بلند میکند. در ترکیب خرما تقریبا 6 نماد ویتامین‌های گوناگون موجودند. هرچند به مقدار زیاد نباشند هم. با اینها ویتامین C، ویتامین E، ویتامین B1، ویتامین B2، نیاتسین، ویتامین A داخل می شوند. خرما دارای سفیده های می باشد که 23 امینوکیسلات های گوناگون دارند. میوه های خرما دارای امینوکیسلات های می باشند که در دیگر میوه های معمول از قبیل سیب، افلیسون، بانان موجود نیستند. اما آنها در خرما موجودند. در خرما مقدار زیادی نخ‌ها موجودند که به عضو هاضمه مساعدت میکند. خرما بخورید و شما همه چیز را هضم میکنید. خرما میتواند در حالت قبضیت کمک کند توسط تازه کردن سیستم. خرما بسیار خصوصیت‌های گوناگونی فایده‌آور دارد، از آن جمله غذای سالم به شمار میرود. و الحمدلله اگر مشاهده کنید در 40 سال اخیر استحصال خرما 2.9 مراتب افزوده، شماره اهالی جهان 2 برابر افزایش یافته است. شماره خرما از شماره آدمان سیاره خیلی زیاد است. این غذای سالم است که به شما نیروی فوری می‌دهد.